علماء حرمت و عزت و استقلال ہمیں ریش سفیدان ہمیں نے مناسب تری حال پر ہمیں ریش سفیدان ہمیشہ ہیں کہ ریش سفید و تی استقلال حفظ کنام باید بالاخره چیز جزئی ہیں ریش سفید و تی ارزش پایین میاران علماء و تی ارزش پایین میاران آنده یک که کمک به من کند یا به من عزیز علماء کند یا به ریش سفید کند و بعضی توجیه کنه که ما پوتی مردمان خاطران اما مردم اما موقعیت نیت آزار کن و من کانه نه هم پرشی من باور نبید که ما پوتی مردمان خاطر کارا کن ریش سفید و تر حفظ کند و تی جاگه و هم خدای حمایت و رضامندی پر ریش سفید هم بهترین چیز ہے و همه ملت ہے ولی این کلی خبری برای ریش سفید هم همیشه که ریش سفید هم عزیزند و به مردمند و ما برای ریش سفید هم احترام خاص قائلم ولی اگه وقتی استقلال هم مثل گذشته سرداران و ریش سفید حفظ کنن الله عزتش بالا و ترگو کسی وابسته مکنن و استقلال ارزش هیچی نداری میں دنیا نداری استقلال ارزش وابستگی نه انسان که وابسته بود بالاخره وابستگی چیزی خوبی نه به هیچ کسی نه به یک سرمایه داری ریش سفید وطر وابسته کن عالم به سرمایه داری وطر وابسته کن و نه به صاحبان پست و مقام و موت استقلال حفظ کنن و همیشه واقعیتان سر بروان حقایقان نادیده میگیرن واقعیتان نادیده میگیرن منافع عمومی در نظر گیرن منافع ملت در نظر گیرن